سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلام و سلامت پیش خانواده محترمتون بوده باشید. قبل از اینکه بخوایم حالا هر حرفی بزنیم، تسلیت میگم به اون عزیزانی که از اعضای خانوادهشون کسی از دست دادن و حالا فوت کردن. امیدوارم روحشون شاد باشه و خودشون هم دیگه غمی نبینن و با امید درست شدن ایرانمون و درست شدن مملکت که یه دولتی اومده فقط و فقط بلد زور بگه، یه هم که برگرده کشار را بندازه. ببینید بچه، من نمیخواستم فعلا فعالیتمو شروع بکنم. بعد از 40 این عزیزان من قراره حالا فعالیت اصلیمو شروع بکنم و پیش شما باشم. خب ولی ماجرایی که وجود داره، گفتم امکان داره شما بعضیتون بخواید اشتباهی انجام بدید و حالا میشه گفتش بخواید وارد بازی بشید، خودتون رو به درد سر بندازید یا هر چیز دیگه. خب ببینید بچه، یکی این که من تو این چند وقت حالا چی کار کردم و کجا بودم اینه قضیهش. من توی چند تا از اعتراضات شرکت کردم. خب و حالا بمانه که چی شد و چی نشد و چی کار کردن با این موضوع، اصلا هیچ کاری ما نداریم. خب ببینید، اگر سنتون پایینه، دور بر سن حالا 13 14 تا 18 سال هستید، بهتره نرید به اعتراضات شرکت کنید. خب چون زندگی خودتون نابود میشه دوستان. اون صحنه هایی که میبینید، اون حالا اتفاقایی که میفته، اون کشتارهایی که میشه، باعث میشه که حالا به روحیه شما آسیب بزنه. خب این رژیم رفتنیه، ولی مسئله اینه که معلوم نیستش که برای رفتنش هم میخواد چند تا کشته بده. خب همه این کشته هم از سرزمین ماست، چه از اون طرف باشه چه از این طرف باشه. خب چه حالا ارزشیاش باشن چه حالا ایرانی عادیش مردمن. خب همشون هموطنمون. این رژیم هم میخواد هم مردم رو بکشه، هم حالا سربازهایی که داره. خب الان شاید بعضیتون با این حرف من بگید آره این حکومتیه یا هر چیز دیگه. من خودم دارم میگم از این حکومت حالم به هم میخوره، چون این یه وضعیتی نیستش یه جوون ایرانی آرزوش باشه کمترین چیز که میشه اینترنت از بین بره، یا کمترین چیزی که زدن یک گردونه بود چند سال پیش میتونستی فولش بکنی با 900,000 تومن، الان شده نزدیک به 10 میلیون. شما فکر کنید 10 میلیون خیلی پوله. خب باش میتونی خیلی کارو بکنی. البته الان دیگه نمیشه کرد، درسته وضعیت خیلی بدتر شده، ولی واقعا نمیصرفه برای یه آدم که برگرده 15 میلیون بده یه دونه 10K800 CP بخره و برگرده بره حالا تولید محتوا بکنه یا بر خود دلش گردونه بزنه. قبلا باز وضعیت بهتر بود، آدم میتونست یه کاری انجام بده، ولی اصلا الان دیگه به هیچ دردی نمیخوره. تازه دولت به ذهنش رسیده برگرد اسکناس های 500,000 تومانی چاپ بکنه و حالا چاپ هم کرده، وارد بازار ایران هم شده. نمیدونم تا حالا دیدید یا نه، ولی حالا به زودی دست به دستم میشه. خب شما فکر کنید یه چیز به نمکی که تا چند سال پیش قیمت اونقدر خاصی نداشت الان شده 100,000 تومن. این خیلی حرفه. تو اصلا بگو 100,000 تومن نه 70,000 تومن، بازم به خاطر چند گرم چیزی نیستش ما برگردیم حسرت حتی چیز هم بخوایم بخوریم. خب رسما میخوام بهتون بگم وضعیت اقتصاد کشور به شدت وخیمه. خب من خودم هم به احترام اون اشخاصی که حالا فوت کردن و اصلا کلان خودم هم انرژی اونقدر خاصی ندارم بچه، دستم از گیم سرد شده و کلان اون تولید محتوایی هم که قبلا بعضی موقع برمیگشتم
ویدیوی فام میذاشتم اونم نمیتونم بذارم. بعد ببینید من تازه تولید محتوا رو شروع کرده بودم، 2 ماه بیشتر نبود، قرار بودش هفته 1 بار یه ویدیو بلند و یه ویدیو کوتاه هم داشته باشیم. خب و همشون هم در مورد آموزشی یا فام بودش. الان تنها کمکی که من میتونم بهتون بکنم از لحاظ ویدیوی آموزشیه. خب حالا میگن که قرار جنگ بشه یا هر چیز دیگه، اونشو من نمیدونم. خب به زودی من برمیگردم، حالا داخل ویدیوی بعدی یه چند تا کاری انجام میدم و راهنماییتون میکنم. خب ولی برای الان که حالا آپدیت هم اومده و فردا 5 شنبه 3:30 نصف شب رنگ کاینم ریست میشه، بهترین کار برای حالا گیم زدن اینه که DNS استفاده کنید. خب به هیچ عنوان فیلتر شکن استفاده نکنید، مخصوصا اون فیلتر شکن هایی که IP ثابت ندارن. خب من خودم برمیگشتم با فیلتر شکن بازی میکردم، با فیلتر شکن ویتوره، ویوا یا انواع اقسام فیلتر شکن های دیگه بازی کردم و تستشونم کردم. متاسفانه اکانتم همین الانش بنا یه هفته خورده و همین امروز 4 شنبه ساعت 10 خورده باز میشه اکانتم و دوباره میتونم برگردم ویدیو بگیرم. خب بهترین کار اینه که من حالا اون چیزایی که تست کردم اینه: DNS بزنید، اشتراک گراب بوستر بخرید، برنامه الکترو رو استفاده بکنید، آرمش هم بنفشتوره، اگر برید داخل گوگل سرچش کنید میاره براتون. خب یا هم که حالا برگردید با اینترنت همراه اول وارد بازی بشید، یه مپ تمرینی یا حالا یه مچ استارت بکنید، منتظر باشید پینگتون برسه به 200. بعد از اینکه رسید به 200 سیم کارتتون رو سویچ کنید روی ایرانسل، پینگتون خوب میشه. بعضی موقع نوسان داره ولی از هیچی بهتره. خب اگر حالا میخواید کامل یه ویدیو درست بکنم درباره حالا این موضوعی که پینگا چطوری بیارید پایین و حالا پینگتون اوکی باشه بگید و به روی چشم درست میکنم، به سریع ترین حالت ممکنم ویدیوشو آپلود میکنم. فقط بچه ها لطفاً و بازم میگم لطفاً این ویدیویی که من الان برگشتم گذاشتم اینو به این نگیرید که آره بنده آدمیم که حالا از کشتار اینا راضیم یا هر چیز دیگه‌ای و کلا سمت نظامم یا هر چیزی. خب من خودم دارم بازم میگم از این رژیم حالم به هم میخوره. خب من آدمی نیستم که برگردم پشت مردمم خالی کنم و برم به یه سمت دیگه‌ای و حالا رسما جلو چشم ببینم مغز یارو تعداد کیلو افتاد روی زمین، مردم دارن داد و بیداد میکنن. خب و من اصلا عین خیالم هم نباشه. خب ببینید من هر وقت که باشه، حتی بمیرم، حتی زنده باشم، حتی بیا منو قاپونی ببرن، هر چی که باشه من پشت مردمم وای میستم. هر اتفاقی هم بیفته من عین خیالم هم نمیگیرم، پشتتون هستم و میمانم. خب از این باره خیالتون راحت باشه. درست حالا سنم یه خورده کمه ولی حالا فهم و شعورم بالاست. خب این از این موضوع بعدی هم که وجود داره، انشالله اگر حالا جنگ نشه و اتفاقی نیفته، البته جنگ بشه بهتره ولی حالا برامایی که تنها دلخوشیمون گیمه بهتره نشه، یا حداقل اگر میشه اینترنت اوکی باشه و پایدار. خب که همین الانش هم نیستش ولی خب اگر جنگ بشه که هیچ، اگر جنگ نشه انشالله از 40 به بعد ویدیومونو دوباره حالا همینجور کم کم بیشتر میکنیم و بهتر میکنیم. خب
فقط خواستم بهتون داخل این ویدیو این توضیحات رو بدم و اینم بدونی که من زندم. خب بعضیاتون دیده بودم اومده بودید داخل دایرکت اینستاگرامم بهم گفته بودی اکوبایتی چی شد، مردی چی شد، کجایی پس؟ خب خواستم این ویدیو رو هم درست کنم، جواب اون دوست عزیزم بدم. خب دیگه بحث خاصی نمونده. ببخشید اگر کیفیت صدا یا هر چیز دیگه بد بود، من شرمندم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.